به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه کسب و کار و بازاریابی شروع می‌کنیم. مدل‌های کسب درآمد 100 میلیون دلاری. نویسنده الکس هرمزی هستش و تیم تحریریه مدیر سبز این کتاب رو به صورت خلاصه منتشر کردن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. فهرست مطالب. هدف اصلی. مدل پول چیست؟ پیشنهادات جذب، هنر تبدیل غریبه‌ها به مشتری. 1. پول خود را پس بگیر. 2. هدایا. 3. پیشنهاد فریبنده. 4. یکی بخر، چند تا رایگان ببر. 5. الان کمتر بپرداز یا بعداً بیشتر. 6. پیشنهاد سخاوتمندانه رایگان. پیشنهادات پیشفروشی. هنر افزایش ارزش مشتری. 1. بیشفروشی کلاسیک. 2. بیشفروشی از طریق منو. 3. بیشفروشی با لنگر قیمت. 4. بیشفروشی انتقالی. پیشنهادات کمفروشی. هنر تبدیل جواب منفی به مثبت. 1. کمفروشی با طرح پرداخت اقساطی. 2. آزمایشی با جریمه. 3. کمفروشی با حذف ویژگی‌ها. پیشنهادات استمراری. هنر ساخت درآمد پایدار. 1. پیشنهادات پاداش استمراری. 2. پیشنهادات تخفیف استمراری. 3. پیشنهاد حذف هزینه. مدل پولتان را بسازید. یکپارچه‌سازی استراتژی‌ها. مرحله اول کسب نقدینگی. مرحله دوم کسب نقدینگی بیشتر. مرحله سوم کسب بیشترین نقدینگی. 10 سال تجربه در 10 دقیقه. 9 دیدگاه برای خلاصه کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری. لطفاً با من همراه باشید تا این خلاصه زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری نوشته الکس هرمزی داستانی الهام بخش و واقعی از مسیر پرچالش یک کارآفرین است. او در صفحات آغازین این کتاب لحظاتی را روایت می‌کند که در کف سیمانی اولین باشگاه ورزشیش می‌خوابید. آینده‌ای نامشخص داشت و تنها دارایی‌اش ایمان به ایده‌هایش بود. این بخش از خلاصه کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری صرفاً یک داستان انگیزشی نیست، بلکه مقدمه‌ای برای معرفی یک فلسفه قدرتمند در کسب و کار است. فلسفه‌ای که زندگی هرمزی را دگرگون کرد و او را از فردی در آستانه ورشکستگی به یکی از کارآفرینان موفق با ثروتی بیش از 100 میلیون دلار تبدیل ساخت. هدف اصلی کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری آموزش یک چارچوب دقیق برای طراحی پیشنهادهای تجاری است. هرمزی در این کتاب نشان می‌دهد چگونه می‌توان مدلی ساخت که به کسب و کار کمک می‌کند در 30 روز اول از هر مشتری جدید سودی به دست آورد که نه تنها هزینه‌های جذب آن مشتری را پوشش دهد، بلکه سرمایه لازم برای جذب مشتریان بیشتر را نیز فراهم کند. او این روش را مدل پول 100 میلیون دلاری می‌نامد. به بیان دیگر، این کتاب به صاحبان کسب و کار یاد می‌دهد چگونه بزرگترین مانع رشد، یعنی کمبود نقدینگی، برای بازاریابی را برطرف کنند و فرایند جذب مشتری را از یک مرکز هزینه به یک مرکز سود تبدیل نمایند. مدل پول چیست؟ در این کتاب الکس هرمزی مدل پول را به سادگی اینگونه تعریف می‌کند. مدل پول در واقع مجموعه هوشمندانه از پیشنهادات است که گام به گام برای پاسخ به نیازها و حل مشکلات پی در پی مشتری طراحی می‌شوند. ایده اصلی در کتاب این است: هر زمان یک مشکل از مشتری حل شود،
نیاز یا چالش جدیدی پدیدار خواهد شد. یک کسب و کار موفق کسب و کاری است که برای هر نیاز تازه مشتری یک پیشنهاد آماده داشته باشد. کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری تاکید دارد مدل پول قدرتمند از 4 نوع پیشنهاد اصلی تشکیل شده است که همانند 4 ستون یک امپراتوری عمل می‌کنند. یک، پیشنهادات جذاب. این پیشنهادات را قلاب‌هایی می‌داند که افراد بی‌تفاوت را جذب می‌کنند. این پیشنهادات نقش کلیدی دارند زیرا غریبه‌ها را ترغیب می‌کنند برای اولین بار از شما خرید کرده و به مشتری تبدیل شوند. 2. پیشنهادات بیش‌فروشی. در این کتاب پس از اولین خرید باید مشتری را به خرید محصولات یا خدمات با ارزش‌تر تشویق کرد. پیشنهادات پیش‌فروشی دقیقاً برای همین هدف طراحی شدند تا ارزش هر مشتری افزایش یابد. 3. پیشنهادات کم‌فروشی. در این کتاب توضیح می‌دهد همه مشتریان همیشه حاضر به پذیرش پیشنهادات بزرگتر نیستند. اینجاست که پیشنهادات کم‌فروشی وارد عمل می‌شوند و به عنوان تور نجات گزینه‌های ارزان‌تر یا متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند تا هیچ فروشی از دست نرود. 4. کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری تاکید می‌کند ایجاد درآمد پایدار نیازمند مشتریان وفادار است. پیشنهادات استمراری مشتریان را به خریداران دائمی تبدیل می‌کنند و جریان درآمدی منظم و قابل پیش‌بینی برای کسب و کار به وجود می‌آورند. در نهایت همانطور که کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری توضیح می‌دهد، ترکیب هوشمندانه این 4 ستون موتور درآمدزایی کسب و کار را می‌سازد و آن را در مسیر رشدنمایی قرار می‌دهد. پیشنهادات جذب، هنر تبدیل غریبه‌ها به مشتری. الکس هورموزی تاکید می‌کند اولین و مهمترین مرحله برای رشد هر کسب و کار توانایی در جذب مشتریان جدید است. او این بخش را هنر تبدیل غریبه‌ها به مشتری می‌نامد، زیرا بسیاری از افراد ابتدای مسیر هیچ شناختی از برند یا محصولات ما ندارند و حتی ممکن است شدیداً نسبت به خرید بی‌اعتماد باشند. به همین دلیل این کتاب 6 مدل قدرتمند پیشنهاد جذب را معرفی می‌کند که هر کدام به شکلی خاص مقاومت اولیه مشتری را در هم می‌شکنند و او را به سمت خرید هدایت می‌کنند. 1. پول خود را پس بگیرید. یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌هایی که در کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری معرفی می‌شود، مدل پول خود را پس بگیرید است. اساس این پیشنهاد بر روانشناسی شرط‌بندی روی خود بنا شده است. مشتری برای شرکت در یک برنامه یا خرید یک محصول هزینه‌ای پرداخت می‌کند. برای مثال، یک چالش 6 هفته‌ای تناسب اندام. اما اگر بتواند اهداف از پیش تعیین شده مانند کاهش وزن مشخص یا حضور در تمام جلسات را محقق کند، تمام پولش به او بازگردانده می شود. مزیت این مدل از نگاه کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری 2 جنبه مهم دارد. 1. کسب و کار در همان ابتدای کار جریان نقدینگی دریافت می کند. 2. مشتریانی جذب می شوند که واقعاً با انگیزه، متعهد و مستعد تبدیل به مشتریان بلند مدت هستند. این کتاب توضیح می‌دهد به جای باز پرداخت نقدی بهتر است اعتبار فروشگاه به مشتری داده شود. این اعتبار باعث می‌شود مشتری به خریدهای بعدی علاقه‌مند شود و به سمت پیشنهادات بیش‌فروشی هدایت گردد. 2. هدایا. این کتاب توضیح می‌دهد هدایا را یکی از سریع‌ترین و تأثیرگذارترین روش‌ها برای ایجاد لیست مشتریان بالقوه معرفی می‌کند. در این روش یک جایزه ارزشمند مثل 1 سال خدمات رایگان
یا محصولی گران قیمت تبلیغ می شود. افراد برای شرکت در قرعه کشی اطلاعات تماس خود را در اختیار کسب و کار قرار می دهند. راز موفقیت این روش در کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری این است: پس از انتخاب برنده اصلی میتوان به باقی افراد پیشنهادهای کوچکتر یا تخفیف‌های ویژه داد. از آنجا که این افراد قبلاً علاقه واقعی خود را به آن محصول نشان دادند، احتمال خرید آنها بسیار بالا خواهد بود. بنابراین حتی کسانی که برنده نمی‌شوند به مشتری تبدیل خواهند شد و نرخ تبدیل به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. 3. پیشنهاد فریبنده. یکی دیگر از روش‌های جالبی که در این کتاب مطرح می‌شود، پیشنهاد فریبنده است. این روش بر اساس روانشناسی تضاد استوار است. ابتدا یک پیشنهاد بسیار ساده و ارزان یا حتی رایگان ارائه می‌شود. این پیشنهاد نقش طعمه‌ای دارد که مشتری را جذب می‌کند، اما در کنار آن یک پیشنهاد برتر با امکانات و مزایای بسیار بیشتر با قیمت بالاتر قرار داده می‌شود. به گفته کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری، همین تضاد باعث می‌شود پیشنهاد برتر بسیار منطقی‌تر و ارزشمندتر به نظر برسد. جمله‌ای که هرمزی در این بخش تکرار می‌کند این است: شما برای نتایج واقعی اینجا هستید یا فقط برای چیزهای رایگان؟ همین سوال ساده ذهن مشتری را به سمت انتخاب پیشنهاد گرانتر و ارزشمندتر سوق می‌دهد. 4. یکی بخر، چند تا رایگان ببر. این کتاب تاکید می‌کند واژه رایگان قدرت روانی فوق‌العاده‌ای در بازاریابی دارد. به جای گفتن 3 پیراهن با 33% تخفیف، کافی است بگویید 1 پیراهن بخر، 2 تا رایگان ببر. حتی اگر هزینه نهایی یکسان باشد، تأثیر روانی کلمه رایگان بسیار بیشتر است. این روش به ویژه در محصولاتی که مصرف مکرر دارند یا خدماتی مثل اشتراک‌های چند ماهه که به صورت بلند مدت فروخته می‌شوند، فوق‌العاده عمل می‌کند. کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری نشان می‌دهد این نوع پیشنهاد نه تنها حجم خرید مشتری را افزایش می‌دهد، بلکه جریان نقدینگی اولیه بسیار بیشتری نیز برای کسب و کار ایجاد می‌کند. 5. الان کمتر بپرداز یا بعداً بیشتر. در این روش یک استراتژی بدون ریسک می‌داند مشتری 2 انتخاب پیش رو دارد. یک، گزینه اول، همین امروز هیچ مبلغی پرداخت نکند، محصول را امتحان کند و تنها در صورتی که راضی بود چند روز بعد قیمت کامل از کارت او کسر شود. 2. گزینه دوم، همین الان مبلغ کمتری پرداخت کند و علاوه بر تخفیف پاداش‌ها و مزایای اضافی هم دریافت نماید. به گفته این کتاب این مدل هوشمندانه 2 نتیجه دارد. 1. اطلاعات پرداخت مشتری مثل کارت اعتباری همان ابتدا دریافت می شود. 2. بسیاری از مشتریان برای دریافت مزایای بیشتر به پرداخت فوری تبلیغ می شوند. 6. پیشنهاد سخاوتمندانه رایگان. این کتاب تاکید می کند همیشه هدف اصلی جذب مشتری نباید درآمد فوری باشد. گاهی مهمتر از فروش اولیه ساخت اعتماد و ایجاد برند قوی است. هرمزی خودش بارها از این استراتژی استفاده کرده و کتاب‌ها یا دوره‌های آموزشی ارزشمندش را به طور رایگان در اختیار مخاطبان گذاشته است. این عمل خیرخواهانه باعث می‌شود رابطه‌ای عمیق و مبتنی بر اعتماد شکل بگیرد. وقتی بعدها محصولی پولی ارائه شود، مخاطبان با اشتیاق بیشتری آن را خریداری می‌کنند، زیرا اعتماد اولیه در ذهن آنها ساخته شده است. کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری این رویکرد را یکی از ابزارهای کلیدی برای ساختن جامعه‌ای وفادار و پایدار می‌داند. پیشنهادات بیش فروشی، هنر افزایش ارزش مشتری. زمانی که مشتری اولین بله را گفت، بهترین زمان برای ارائه پیشنهاد بیش فروشی است. بیش فروشی یعنی معرفی یک محصول گرانتر،
کاملتر یا مکمل به مشتری که به تازگی خرید انجام داده است. این روش نه تنها فروش شما را افزایش می‌دهد، بلکه ارزش هر مشتری را نیز چند برابر می‌کند. یک بیش فروشی کلاسیک. این مدل بر اساس اصل شما نمی‌توانید X را بدون Y داشته باشید عمل می‌کند. وقتی مشتری محصولی را می‌خرد، نیاز تازه‌ای برای او شکل می‌گیرد. وظیفه شما این است بلافاصله پاسخ آن را نیز بدهید. مثال ساده آن در اجاره خودرو است. مشتری ماشین می‌گیرد X، اما بیمه و بنزین Y را هم لازم دارد. 2. بیش فروشی از طریق منو. این مدل چند مرحله‌ای و هوشمندانه است. 1. کم فروشی اولیه. با گفتن اینکه چه چیزی لازم نیست، اعتماد مشتری را جلب می‌کنید. 2. تجویز. سپس قاطعانه می‌گویید دقیقاً به چه چیزی نیاز دارد. 3. پیشنهادات A B. به جای آیا این را می‌خواهی می‌پرسید طعم شکلاتی یا وانیلی. هر انتخاب یعنی یک فروش. 4. کارت ثبت شده. در پایان با یک سوال ساده مسیر پرداخت را تا حد امکان راحت و ساده می‌کنید. 3. بیش فروشی با لنگر قیمت. ابتدا یک پیشنهاد بسیار گران قیمت به مشتری ارائه می‌کنید تا نقش لنگر داشته باشد. وقتی او از قیمت متعجب شد، پیشنهاد اصلی خود را با قیمتی پایین‌تر مطرح می‌کنید. این تضاد باعث می‌شود پیشنهاد دوم جذاب‌تر به نظر برسد. مهم است پیشنهاد لنگر واقعی باشد، چون همیشه افرادی هستند که همان گزینه گرانتر را می‌خرند. 4. بیش فروشی انتقالی. این یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تبدیل خریدهای کوتاه مدت به همکاری بلند مدت است. مبلغ اولیه‌ای که مشتری پرداخت کرده، مثلا برای یک برنامه 6 هفته‌ای به عنوان تخفیف یا اعتبار برای قرارداد طولانی‌تر در نظر گرفته می‌شود. مثلا $600 خرید اول می‌تواند به تخفیف ماهانه $50 در یک عضویت سالانه تبدیل شود. به این شکل مشتری از یک تجربه کوتاه وارد تعهد بلند مدت می‌شود. این استراتژی‌ها که الکس هرمزی در کتاب مدل‌های پول $100,000,000 مطرح کرده، نشان می‌دهد بیش فروشی فقط یک تکنیک فروش نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای افزایش ارزش مشتری و رشد پایدار کسب و کار است. پیشنهادات کم فروشی، هنر تبدیل جواب منفی به مثبت. حتی وقتی مشتری به پیشنهاد بیش فروشی شما پاسخ منفی می‌دهد، هنوز فرصت برای فروش وجود دارد. کم فروشی به معنای ارائه یک جایگزین هوشمندانه است تا مشتری حفظ شود و از دست نرود. این استراتژی نشان می‌دهد اگر درست مدیریت شود، هر نه می‌تواند به یک بله تبدیل شود. 1. کم فروشی با طرح پرداخت اقساطی. این مدل اولین واکنش به حمله پولش را ندارم است. در اینجا شما قیمت محصول را کاهش نمی دهید، بلکه نحوه پرداخت را تغییر می دهید. با ارائه گزینه‌های اقساطی مثل پرداخت 2 مرحله‌ای، 3 مرحله‌ای یا هفتگی، مانع مالی اولیه برای مشتری کاهش می یابد و او راحت‌تر به خرید ترغیب می شود. این کتاب توضیح می دهد که این یک رویکرد با یک ابزار کلیدی برای جلوگیری از دست رفتن مشتری معرفی می شود. 2. آزمایش با جریمه. اگر مشتری حتی حاضر به پرداخت قسط اول هم نیست، می توانید مثل آزمایشی با جریمه را پیشنهاد دهید. مشتری می تواند محصول را به صورت رایگان امتحان کند، اما کارت اعتباری خود را ثبت می کند. شرط استفاده رایگان این است او باید کارهای مشخصی مانند حضور در تمام جلسات آموزشی را انجام دهد. در صورت تخطی مبلغی به عنوان جریمه از کارت مشتری کسب می شود. این روش تضمین می کند مشتری واقعا محصول را تجربه کند و شانس تبدیل او به مشتری پولی به شدت افزایش می یابد.
3. کم‌فروشی با حذف ویژگی‌ها. در این مدل شما قیمت را کاهش می‌دهید، اما برخی ویژگی‌ها یا خدمات را حذف می‌کنید. نکته مهم این است هیچگاه همان محصول کامل را با قیمت کمتر نمی‌فروشید. با حذف ویژگی‌هایی که برای مشتری اولویت کمتری دارند، مانند گارانتی بازگشت وجه یا پشتیبانی 24 ساعته، می‌توانید نسخه ارزان‌تر از محصول ارائه دهید که برای مشتری قابل خرید و همچنان ارزشمند باشد. پیشنهادات استمراری، هنر ساخت درآمد پایدار. هدف نهایی کسب و کار ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتری و فراهم کردن درآمدی پایدار و قابل پیش بینی است. پیشنهادات استمراری امکان می‌دهند مشتریانی که تنها یک بار خرید کرده‌اند را به خریداران دائمی تبدیل کنید و جریان نقدینگی ثابت برای کسب و کار ایجاد کنید. 1. پیشنهادات پاداش استمراری. این مدل بر پایه ارائه یک پاداش یکباره و ارزشمند طراحی شده است تا مشتری به عضویت در یک سرویس اشتراکی ترغیب شود. تمرکز بازاریابی در این روش بر روی ارزش پاداش است، نه صرفاً خود اشتراک. مثالی از این مدل: با عضویت در برنامه ماهانه $100 ما این دوره آموزشی $1000 را رایگان دریافت کنید. کتاب مدل‌های پول $100 میلیون نشان می‌دهد ارائه یک پاداش جذاب انگیزه اولیه مشتری برای ثبت نام و ادامه عضویت را به شدت افزایش می‌دهد و پایه‌ای برای وفاداری طولانی مدت می‌سازد. 2. پیشنهادات تخفیف استمراری. در این مدل مشتری یک تعهد بلند مدت را در ازای یک مزیت کوتاه مدت دریافت می‌کند. به عنوان مثال با ثبت نام برای یک قرارداد 2 ساله 3 ماه اول را به صورت رایگان دریافت کنید. این روش ارزش طول عمر مشتری LTV را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و باعث می‌شود مشتری با انگیزه بیشتری به ادامه همکاری فکر کند. 3. پیشنهاد حذف هزینه. این مدل با ارائه بخشش هزینه‌های اولیه، مثلا هزینه راه‌اندازی با عضویت معادل 3 تا 5 ماه اشتراک، مشتری را به یک قرارداد بلند مدت متعهد می‌کند. اگر مشتری قبل از پایان مدت قرارداد آن را لغو کند، موظف است هزینه اولیه را پرداخت کند. این اهرم روانی بسیار قوی باعث می‌شود مشتریان به حفظ اشتراک خود تمایل داشته باشند و نرخ ریزش کاهش یابد. پیشنهادات استمراری همانطور که در این کتاب توضیح داده شده نه تنها درآمد کسب و کار را تثبیت می‌کنند، بلکه رابطه‌ای پایدار، سودآور و بلند مدت با مشتریان ایجاد می‌کنند و اساس یک کسب و کار پایدار را شکل می‌دهند. مدل پولتان را بسازید. یک پارچه سازی استراتژی ها. الکس هرمزی در پایان کتاب مدل های پول $100 میلیون تاکید می کند یک مدل پول قدرتمند یک شبه شکل نمی گیرد. این مدل در چند مرحله تکامل می یابد و هر مرحله پایه‌ای برای مرحله بعدی است. هرمزی با استفاده از تجربه کسب و کار موفق خود، یعنی تأسیس جیم لانچ، نشان می‌دهد چگونه لایه‌های مختلف پیشنهادات به تدریج یک مدل پول کامل و پایدار می‌سازند. مرحله اول، کسب نقدینگی. شروع کار با یک پیشنهاد جذب قوی ضروری است. مدل‌هایی مثل پیشنهاد فریبنده یا هدایا باعث ایجاد جریان مشتری و پول نقد اولیه می‌شوند. در این مرحله هدف ساده است. باید مشتری جذب کنید و نقدینگی کافی برای رشد اولیه کسب و کار ایجاد کنید. مرحله دوم، کسب نقدینگی بیشتر. پس از ایجاد جریان اولیه، نوبت به افزایش ارزش هر مشتری میرسد. با افزودن پیشنهادات بیش‌فروشی و کم‌فروشی، میانگین ارزش هر معامله به شدت افزایش می‌یابد. این مرحله به کسب و کار کمک می‌کند بیشترین سود ممکن را از هر مشتری اولیه
به دست آورد و سرمایه لازم برای توسعه بیشتر فراهم شود. مرحله سوم، کسب بیشترین نقدینگی. در مرحله نهایی پیشنهادات استمراری وارد مدل می شوند تا ارزش طول عمر مشتری حداکثر شود و یک جریان درآمد پایدار ایجاد گردد. این مرحله تضمین می کند کسب و کار نه تنها از فروش‌های یکباره سود می‌برد، بلکه رابطه‌ای بلند مدت و سودآور با مشتریان ایجاد می کند. کلید موفقیت در ساخت مدل پول تمرکز بر تکمیل هر مرحله قبل از رفتن به مرحله بعد است. همانطور که هرمزی در کتاب مدل‌های پول 100 میلیون دلاری اشاره می‌کند، راه واقعی رشد و موفقیت سادگی در اجراست. هرچه پیچیدگی بیشتر شود، احتمال شکست نیز افزایش می‌یابد. 10 سال تجربه در 10 دقیقه. این کتاب نقشه راه عملی برای طراحی یک ماشین پولسازی ارائه می‌دهد. این کتاب نمی‌آموزد محصول بهتر بسازید، بلکه نشان می‌دهد چطور محصول قطعی خود را به گونه‌ای بفروشید که مشتری نتواند در برابر آن مقاومت کند. خلاصه 10 سال تجربه الکس هرمزی در چند اصل کلیدی نهفته است. طراحی هوشمندانه پیشنهادات. کسب و کار شما مجموعه‌ای از پیشنهادات است. آنها را با هوشمندی طراحی کنید تا هر مشتری بیشترین ارزش را تجربه کند. هدف گذاری روی سود سریع. در 30 روز اول از هر مشتری سود کافی کسب کنید. برنامه‌ریزی برای واکنش‌ها. همیشه برای بله بعدی بیش فروشی و نه احتمالی کم فروشی آماده باشید. ساخت رابطه‌های بلند مدت. به جای تمرکز صرف روی معاملات یکباره، مشتریان را به خریداران وفادار تبدیل کنید. هرمزی کتاب را با یک پیام قدرتمند به پایان می‌رساند. موفقیت از تکرار جملات تأکیدی حاصل نمی شود، بلکه از شواهد واقعی و ملموسی به دست می آید که ثابت می کند شما همان کسی هستید که ادعا می کنید. با تلاش هوشمندانه و پیوسته می توانید بر شک و تردیدهای خود غلبه کنید. این کتاب ابزارهایی در اختیارتان می گذارد تا شواهد واقعی موفقیت خود را بسازید و کسب و کاری ایجاد کنید که نه تنها سودآور باشد، بلکه آزادی و اعتماد به نفس واقعی برایتان به ارمغان آورد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده لطفاً برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی و کتاب جذاب بعدی، خدا نگهدارتون.